من حرفم اینه که ما رو رها کنن بچه‌ها. این نظام آموزشی و این مدرسه ها برای استعداد اونا هیچ کاری نمیکنن. جرأت داشته باشن، نه اینکه ترکش کنن، نه اینکه دانشگاه نرن، یه لاین موازی، یه مسیر ایجاد کنن برای کشف استعدادشون و سرمایه گذاری روی این استعدادا. شجاعت داشته باشن آدم، اول رویاشون رو پیدا کنن. من تو کلاس‌های درس آرزوهایی می‌بینم خجالتی، کمرو، ضعیف، بیرمق. یعنی انقدر این محیط اینا رو فشرده و بسته‌بندی کرده و تولید انبوهی کرده که حتی اجازه این که رویاشون رو با صدای بلند بگن ندارن. تو کلاس می‌پرسن بچه‌ها آرزوتون چیه؟ یه زمزمه‌ای از اون آقا ما دوست داریم مثلا فیلمساز بشیم. میگم چی؟ آقا ما دوست داریم فیلم. میگه حتی جرأت نداره بلند بگتش. اول جرأت کنیم آرزوهامون رو بلند بگیم. میدونی حرف بزنیم در موردش، بگردیم. برای رسیدن به آرزو چه مهارتی لازمه، چه دانشی لازمه. اگر دانشگاه اونو به ما میده عالیه، بریم و بخونیم. اگر نمیده مسیر موازی چیه؟ میدونید آخرین جمله‌م این که از مرگ نترسید، از پایان زندگی نترسید، از این بترسید که زندگی شما هیچ وقت شروع نشه. خب و این زندگی که به جوهر درون من، به استعداد من، به هویتم ربطی نداره، یه زندگی شروع نشده است. اصلا آقا من آدمایی میشناسم 70 سالشونه 48 ساعت زندگی کردن، 70 سال عمر کردن. بچه‌ها وقتی پر میکنید اون انتخاب رشته رو، به مهمترین چیزی که باید فکر کنید که من کیم، برای چی ساخته شدم، کدوم چرخ دنده از این دنیا میتونم باشم و اینجور دنیا جای بهتری میشه. اینقدر نپرسین دنیا به چی نیاز داره. دنیا به یه چیز نیاز داره، به آدمای شاد بیشتر. میدونید یه آدم شاد باشید.